راستی خودم دوختم. این روزها رو همیشه با جمیل آرزو میکردیم. 5 پنجه دخترم نرست. سالها باز این همه رو برای جمیلی من آماده کردی. اینقدر خوشبخت است پسری من. من شادم. خدا را شکر. کرپا و بالشت زردوزی هم هست. جلدهای بالشت هم زردوزی است مادر جان. این قدر زیبا، رنگ و رنگ، بسیار زیبا. بچه بیچاره در با کورم خوب صحبت هم نکردیم. چکار کنم؟ کارش همین. بله درست. آخر ما باید آماده باشیم. بخچه‌های میمانان را البته آماده میکنیم. در شما رسم ما این چگونه است؟ ما برای آیله داماد تحفه میگیریم. دخترم آیله ما را دیده. آیله منکلو. مصرفی زیاد نکنیم. مایلش. در یک جو لباس‌های دیبا میفروشم. یک جوی با اونجا میرویم. برای کلینم بهترینش رو انتخاب میکنیم. بسیار خوب میشود. ما برای جمیل تحفه آماده میکنیم. همین طب نه مادر جان؟ البته آماده میکنیم بهترینش رو. شیمو کسی میلاجوه را دوست میداره جمیل. بلوچه آقا جمیل برام. اوزا ایسا جمیل خود را بلند می دادم. توی نکنی خانه میشن. اگر مادر رو گفته بودم که فاتحه داری نه اما من اومدم لیکن من اومدم جمیل برادرم خدا بدم مشغول بشم برادرم. اگر من نشان شهادت را سر سینه هم میگذارم از این خوشبختی زیاد میشم. عملیات ادامه دارد جمیل. ما با تو احتیاج داریم دادر جان. اگر یه وعده بده این بیشتر خونان رو بزرگتر دخترها را نجات میده. وعده بده الهام وعده بده. وعده میده البته همراه این کار رو میکنیم جمیل جان. انشاءالله با هم میکنیم.
جمیل با ما ویدا نکنی جمیل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان من کاش مرا میکشتن کاش که مرا میکشتن دو اراده خدایا باری با تو احتیاج داریم ما را تیرباران دارند برادر نصیب و تقدیرش این بوده است چی میکنی مرا خوب گوش کن هم سخن جمیل را شنو و پیش میگوید او من به کاروان شهیدان یک جا شدم میگوید صاحبی رتبه گشتم میگوید و پیش شکر از برای وطن و پیش میگوید آری برادرم برخیز از برای شهیدان راهی وطن برخیز زود باش چی شد مادر جان؟ ندونم یک بار گریه هم آمد خود را داشته نتوانستم اینقدر زردوزی ها آماده کردی دخترم با احساسات داده شدم خیریت به این روزها رسیدم جمیل هم آرزو میکرد دختر جان اکنون ما یک اویله زیخ نشوید من هم بسیار شاد و خرسندم تا وقتی که پسری شما با دختری من از من هیچ خواطر نمیشوم سلاحت را اینجا بیار حاضر کرد
جمیل برادرم مرا محافظت کن داری با این طرف دیگر مسیر رو ببرم زود انا همین خیلی مادر جان شدم که به شما پیسند آمد. نه تنها پیسند اومد در حیرت موندم در حیرت. وقتی فوتی رو معین کردن لازم وقتی جمیل رو به نظر گرفتن در کار باز هنگام فوتیه به عملیات نرود بالای بخچه ها رو پوشاندن لازم در خانه هم یک روی پوشی زیبا داره حالا میبینه چه زیبنده شد ایلو خواستگاری رفته بودی آخر با خواستگاری رفته بودی باید فوتی همین شدن جایی بشدن در تو یک جای خورسندی میکردی رجب او شهید شد اگر تو نبودی که میگفتی به سوی خدا اگر او در حضوری خدا ما حاضر وقتی جزا دادن اون ابله ها از جورا کارلوس بزرگ خواب کن برادرم اکنون واجب شد که از زمین این پلیدها را تازه کنیم وقت ابتدای آنها را میدهیم بفرمایید که میزنم من دیگر این را برداشت کردن نمیتوانم هجوم میکنیم خب اگر نتوانیم زمین کفت و ما دراییم هجوم میکنیم رجب بشار رجب کن لوازمات گیر اکنون به طرفی اتوبوس حرکت میکنیم کارلوس تو یک جای خوب بیا فهمیدم که میزنم حس میکنم آنها را نابود میسازم همه آنها را نیست نابود میکنم از پیش ماشین برآمدن آمدیم در این فیلاجه کن که از پیشش برایی سومن از پیش که رفتیم از ماشین میپریم خوب مایلش بسیار خوب با این راه گریختن نمیتوانیم و دیگر طرف سر دیگر ها کجایم اون نفر مونده بس چیکار کنیم از دستمون هیچ چیز نمیآید آنها تنگناتی مخصوصا کاری من چی از تیریزه برآمده آتش کشان تزدر دست تکان کار نامد زودتر
تو جمیل. آفرین وزیرم توانستی. طرفی راست سومن این از جمیل بود. خوب می شود که این را تو دیگی. جهازی تویش رو خریدم. همدردی ما را قبول کن. خدا جای جمیل را جنت گرداند. مادر جان
ندارم ورنه شهیدی به او زیبنده بگو آیا زیبنده بود بگو قهرمان چه مگر شهیدی به تو زیبنده است پسرم لیکن من نمی‌دانستم جمیله به آرزویش است انشاءالله وعده داده بودم که نمیگیریم میگوید که اگر شهید شد گریه نکنیم نمیگیریم این اشک‌هایی که از چشمان ما جاری می شود همش اشک شادی است برادران برادرمان جمیل و بهترین رتبه رتبه ها نشانها شهید شد مقام به او مبارک آمین و همه ما نیز خدا نصیب گرداند انشاءالله البته کسانی که او را دوست می‌دارند از هجران او رنج میبرند مثلا فکر میکنید که نمیگریم گریستن نمیخواهم اما امروز برای ما عید است
شاد شود آمدن شهید از سلام از برای دارم بجنگم خدایا ضعیفان زیر ظلم ظالمان پایمال نشود محتاجان نگیریم پلیتا ظالم ها ما را پرس کردن میخواهند از بدنمان گوشت از جانمان جان می‌ستانند خدایا به تو باور میکنم تنها به تو تکیه میکنم بغیر از تو نیست غالبی خدایا باران رحمتت را از سر ما دریغ مدار خدایا نگذار که ناخلفان امید ما را جسارت ما را نابود سازند التجا میکنم خدایا خدایا امید از درگاهت دارم گوش میکنم صحبت کردم بسیار مهم و این سراغ بیا تو کیستی و چی گفتن میخواهی به من در خصوص همکارت شاهین گپ میزنیم باید بیایی مایلش من میآیم سراغت را بگو چه خیلی از دنیا گذشت آخر توی شدنی بود تا حال باورم نمی آید جمیل همچو قهرمانی اصیل و وطن پرور شهید شد دیگر تو هم با این احوالت به عملیات نرفت صالح من در شعبه شناسنامه‌دهی‌ام درست اما وقتی که دعوت میکنند درو میروی جانکم فقط یک بار رفتم من نمیدونم صالح لیکن اگر لازم شود با سردارت گپ میزنم مسئله جداشوی را میگویم سعادت یا به این مسئله نقطه گذاریم مادام که همه یک جاییم شکر خدا هممون شادیم عریضت را بازپس بگیرید چی خوب می شود درست مادر جون دیگر من کلمه جدایی را شنیدن نمیخواهم مایلش دخترم بایشتویتان خرخشه بین تو و شاهین را میدانم تو کیستی؟ اول خود را شناس کن اصلا من هم دوستی تو و هم دوستی شاهینم اما تو شاهین را خوب نمیشناسی ضرر جدی رسانده میتواند با دقت باش احتیاط شو شاهین از آن چی میخواهد؟
صلیح و دیگرها را او کشته است. شاهین برای انتقام گرفتن آدم نمیکشد، اما عذاب میدهد. ولی باز هم با دقت بودن لازم، چون که شاهین سالها با پی انتقام گرفتن است. چگونه انتقام؟ شاهین از من چی میخواهد؟ چرا از من انتقام میگرفته است؟ با جای با او جنگ کردن، او را گناهکار کردن، با او صحبت کن، با او نزدیک شو، اما با دقت باش. تو مرا با اینجا دعوت کردی، اینک من آمدم. راستی سخنهایت را اثبات کن. برو، هرچی میدانی بگوی. برای خوردن اشتهام نماند. آخر خور که با قوت شوی تا دست و پای دشمن را شکست توانی. فاطمه، خواستیم به خدا رحمت کمی خواستگاری رویم. بیچاره توی نشدارم. اکنون من فکر کردم مثلا کارلس از سکاریا. ها، چی شده است؟ بیزن، تماما بیزن گشته است. میگویم او را زن دهیم. کاری تو چی و زنگیری دیگران کارت چی؟ تعیینات مخصوص باید کنی هم دیگر را خورند. آخر تو نه پدری وی نه مادری وی چی کار داری؟ تو هم ثواب میگیری، در تو خدمت میکنی، ثواب زیاد میگیری. ثواب نه، در حقیقت زود یک مناسب بیاب، کارلسوی میشود. اگر تو خرسند شوی با ثواب هم باشد. میلش، من برای او یک زنی مناسب یافته میدیم. اکنون تبت بالیده شد. بخور. برای کارلسن میگوی وعده میدی فاطمه؟ او وعده میدیم تو خور. ظریف، اینقدر تو آدم الکترونیکی تمرینات رو همه با تجهیزات سامی. این بالا زدن و کالری سنجش کار نمی‌کند. نمیدونیم اگر هر ثانیه آدم حربی قیمتناک است. دوستم احتیاط کردن لازم. وقت پول می‌گوید. من در حافظی هم کارم رو می‌نویسم. من این سر و زیرم نگاه می‌دارم. معلوم. از شکمی میدهد معلوم. نه، این همه جوشن است. دیر تاثیر نمی‌کند. برادر، روغنی تو رو حساب کنک بیران می شود. ورزش کردن لازم کارلس. با آدمی نظامی نمی‌زیبد. باید مانند شمشیر راست باشی. هر لحظه آدمی کاری باشی. و همه کار همیشه آماده هم کرد. همین خیلفتن گیرد بعد از 5 سال بگیر. بچه تو دیوانه ای چی؟ چرا خانوار میکنیم؟ خانوار از چیز باش؟ تو رو خاندار میکرد است کارلس. چی؟ خاندار میکند؟ عروس مناسب بیام شود، در حال نکاح میکنیم. نه، من خاندار نمیشم. تو دیوانه شده ای؟ ینگت راستیست و ینگت زید ببروی ها؟ ظریف، این کار حل الکترونی نداره. مجبور خاندار میشه. ضروری کار. آماده گدروین. خیلی گفتند جایی در این خانه مبارک شود. خانه آبادی مبارک. خسته نباشه. رحمت. وقتای آخر بسیار مشفق و غمخوار شده ایست من. بله درست میگوی عارف. مرگ اگر نزدیک باشد
دیدی انسان دیگر می شدن. این چه خیل گپ است؟ خداوند به هر درد دوای آفریده است. احوالم خوب نیست داریم. خودم را بد حس می کنم. شب و خوابم نمی برد. همیشه سرم چرخ می زند. بعضا حتی مداری راه گشتن ندارم. سمن، بیماری تو درمان دارد. چرا به جراحی راضی نمی شوی؟ کاش فهمولیده می توانستم. کاش گفته می توانستم. حسی مادر بودن. خیال یک روز مادر شدن. می دانی که به من چقدر مهم است. یعنی هیچ نباشد تخمین کرده می توانم. یعنی می فهمم. اما اول سلامتی. اگر مادر شده نتوانی اینش تقدیر خدا است. می دانم. اما می ترسم. حالا هم در گوشه قلبم براستی برای تو و عشق تو مانعی هست. میدانی انتظارم که روزی شاید باز دستای من دراز کردن. بیا سمن بیا میگویی. فکر میکنی که من این را نمیخواهم. اما هر کار وقت و زمان دارد. نه تنها از آن میترسم که مادر شده نمیتوانم. از آن میترسم که تو را از دست میدیم آری. و من آری لبای سردارم. نزدی من درا. خوب شده سردارم. باز برگشته آمدی. تازگی کن. خوراک پس. حالا که در خانه مادرت راحت میکردی. به این هم از این صالح فایده نیست. باز در جایش نمیشیند. باز به عملیات میرود. از آدمی که در کرسی معیوبی نشسته چه فایده بکن. شعبه استخبارات نعمت را مرده اعلام کردند. از زنده بودن این مخلوق چه فایده که از مرده اش باشد؟ سببی او را پنهان کردن گپ گرفتند. اکنون ما او را با دو دستی ادب بگین زیدی مواد مخدر میگیریم. همین طور می شود. مجبوریم. نمیگذارم سردارم. این آدم را به کسی نمیدهم. قرارگاهش را پیدا میکنیم و آن جنایتگاه را باید یه نابود سازیم. درست میگویی. در دو مصاحبه بلبل بریم میخوام. البته باید نغزکه گفتگو کنیم. مرا گوش کنید. سخنهایتان به من معقول نشدند. با او چی کار کردنید؟ پیش از روان کردن باید به یک دو سوال از او بیانات بدیم. نه نمی شود. وظیفه ایمانه. مرا در بلا گرفتار نکنید. سردارم آخر ما باید این کار را کنیم. آخر جمیل شهید شد. جیگرمان سوختن دارد. نخواهد حق یک تفتیشات را نداشته باشیم سردارم. جان دختران جوان هم در خطر. وقت را از دست نداده مکانشان را معین کرده. زودتر ما شود.
عزیزم من زیق شدم. بس کن بیا بیرون رویم. هوای تازه برایم. ایست عکسش رو روان میکند وزیر. آمد اما وای خدایا این رو بین. چشمانش رو بین مریم. تو از کجا میدونی که عکسی وی است؟ شاید عکس دیگر کس باشد یا تو راضی نیستی؟ این نه، من چند وقت شد با او گپ میزنم. بسیار عجیب است، بسیار جوانی خوب است. فهمیدی؟ باوری داری؟ البته جانم. با وی نگر. ای جانم اینقدر شیرین. بین چی میگوید؟ وا میخوره میگوید عکسی مرا دیدن میخواهد. عزیزه بس کن، بس بتگیست. فقط اینترنت وقتت رو با همین میگذرونی. نمیدونم تو چرا با آدمون ناشناس گپ زدن و مخوردن میخوری. هیچ خیلی نمیفهمی. این خیلی عجیب تر است. من البته با او وا میخورم. البته بین خیلی اونی کش است. خب یک بار دیگر دفتر اعمالش را از نظر میگذرانیم. اساسا این پلید در مکتب ها فعالیت میکند. نجیب جوانهای خوشخد و قامت و زیبا را به دام خود میکشد. صدها آدمان دارد که به واسطه اینترنت کار میکنند. شکارچی معاشخوری او هستند. هدف آنها جوان دختران تنها، شوربخت و ساده است. گروه های هم دارد که در کوچه ها فعالیت میکنند. ساعت های طولانی موجگیرهایشان فعال در کوچه ها میگردند. در کجای دختری تنهایی دیدند. در حال زیادی خنات میگیرند. بعد از شناسشوی طربخانه پرهوا، سخنان شیرین، تحفه ها، سیر و گشت با ماشین های گرانبها، همه این وابسته یک مرکز است. دخترها را همین توفیق داده به آنجا می‌برند. در آن مرکز در یک وقت مواد مخدر نیز آماده می‌کنند. اما اساساً دختران جوان را، دختران را با مشقت و زحمت به وای رسانده پدر و مادران را در آنجا پابند مواد مخدر می‌کنند. جوانانی که والدانشان امیدوارند که آنها با سر بلند دانشگاه می‌خوانند وابسته مواد مخدر می‌شوند. بدان دخترها را، دخترانی غافل و ساده را در بازار بین المللی فحوش می‌فروشند. سپس نه نام آن دختران را میشنوند و نه خودشان را میبینند. عیناً همین. عزیزه هستی؟ بله، شما کی هستید؟ ما رو نشناختی؟ امیدوارم که شخصی که من انتظارم تو نیستی. خودش همه از عکسش کمی فرق میکند. درست، اما تو تماما با اون عکس مانند نیستی. اصلا تو هم دیگر خیلی نمونی. اما یک چیز بگم، از عکس دیگر زیباتر هستی. در اصل تو هم بر نمی نمایی. اما من طاهری در عکس دیدم رو انتظار بودم. برای همین حیران شدم. شیشتن ممکن؟ البته شین، مدام که آمدی. مرحمت. احوال پدری را تصور کن، یا مادری مشتیپری را که دخترش از خانه برآمده می رود، با دوگانه هایم یک دو ساعت می شینم و می آیم می گوید بیگاه می شود نیست، شب می شود نیست، صبح می شود نیست، روزی دیگر می شود. هفته ها، ماه ها. در کجاست؟ با کیست؟ مرده است یا زنده؟ با چی کارها مشغول است؟ معلوم نیست. اگر این دخترها زنده مانند هم از شرم و حیا به خانه برگشتن نمی توانند.
این چیکار است برادر؟ اگر از این کار ناراحت شده باشی پس اندیشه کن. سر نکن عارف. حاضر وقتی این نیست. چی فکر داری عارف؟ گوش کن شاهین، اگر این آدم حاضر فهمد که ما میان همدیگر مناسبت خوبی نداریم از دهانش یک کلمه هم گرفته نمیتوانیم. این طور باشد یک مدت دوستی جانی میشویم. تو نقش را خوب بازی کرده میتوانی. این را میدانم. بگذار من خوب بازی کرده توانم، ولی تو چی کار میکنی؟ میبینیم. اما اگر مکان او را نیابیم و تار و مار نکنیم این پلید خدا میداند باز خانه چند پدر و مادر را میسوزد. در این کار ثوابی بزرگی هست شاهین. حالا ثواب را یک طرف من غمی آدمان را میخورم. من چی بودنی خانه ویران کردنی آیده را میدانم برادر. چی بودنی دور از پدر و مادر بودن را نیز میدانم. رفتیم از پی کار میشه. کیستید شما؟ حسابات میپرسید یک جای کار میکنید؟ 10 سال باشد یا اینکه شاید 20 سال باشد. در این سالها اینجا کیها را به گپ درآوردی؟ دانی حیران میمانی. به گپ در آوردن چی؟ به سرودخوانی مجبور کردیم. بردار عزیزه بردار. من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. چرا تا حال من اینجایم؟ کی مرا به شعبه دیگر میگذرانید؟ خواطر مباش. تو در امانی. راحت باش. نعمت بای راحت باش. راحت درا. خیلی که فرمودید همون خیلی قهوهتان رو آوردم. بیا برادرم بیا. مرحمت. سر شکرش را با این اکا ده. خندی خونش باز پس نشود. ببخشید خلال رساندم به صحبتتان. اگر شما با این اکا گفت و شنید کنید در بدنش خونی نمیموند که شکرش پس شود سردار. باشد باشد. به هر حال نوشیدن گیرد. اول یک کم قندش بلند شود. برادر او فقط نیش میزند بود. باز زهر نداشته باشد. تو زهرناکی. چی ها میگوید؟ زهرش چی؟ ولی شما نمیدانید که با کی سر به سر میشوید. این رو بینید پلید. من رفتم. نوش خواهد را نوش. اکنون آغاز میکنم. نوش. سلام خاله جان. سلام. اگر عجزه رو پرسیدنی باشی وی بر اومد. میدونی چی؟ من اصلا برای همین اومدم. چی شد؟ بخیر باشد. خاله جان عزیزه با طریق اینترنت با کسی گپ میزد. خیر؟ سپس گفت که با وی شناس میشوم.
من هرچند شناس نشو گفتم یعنی نزدیک کسی ناشناس رفت ها؟ میدونم که عزیز از من میرنجد اما سخت ترسیدم خبرها رو خوندم طریق اینترنت شناس شدن خدا نشان ندهد بسیاری ها به بلا گرفتار شدند خدای توبه بیا زود میرویم اما من نمیدونم که به کجا رفت خدایا کاش نمیگفتم این طور نگوی مبادا به دخترم چیزی شود خوب که خبر دادی خدا از تو راضی بودو آدم 40 سال لحظت قهوه را فراموش نمی کرده است ها؟ همین طور ندستم درست میگویی. جناب نعمت این قهوه نوشیده‌اش را هیچگاه فراموش نمی کند. اگر مکان مرکزت را به من نگویی چنان میکنم که امروز را 40 سالی دراز به یاد میاری با این تهدیدهای بی اساس شما میخواهید مرا بترسانید چون این نیت هم نداریم چرا شما مرا پرسپاس میکنید بیهوده وقت صرف نکنید مرا ترسانیده نمیتوانید گفتیم که ما این نیت را نداریم. اگر میخواستیم در آمدن برابر با تو تماما دیگر گپ میزدیم اینه خیال کردی آسان است آن روزها گذشتن تو چیکار میکنی؟ او فهمان آخر عارف این اصول به من معلوم نشد. نفهمیدم شلاقی آبدارش همین طور می شود به فکرم یقینا باید همین باشد. در حقیقت از آوازش معلوم من آخر یک برادرم جوان مرد شد از پشت تو شهید شد جوان دختران را پابندی مواد مخدر میکنی سپس آنها را فرسته کیسه را پوری پول میکنی گیر دفع کن این را خس ما از تو به خوبی پرسیدن خواهیم تو به ما معلومات لازم را نگوی و این کار نمی‌گذارم. اینک این آخران شانس تو پدر و مادر بیچاره با صد رنج و عذاب به وایه میرسانند و تو جان و جگری آنها را هم آینده این ملت را به کام مرگ میاندازی شد میگویم شد ان این گپ دیگر اگر نمیگفتی دیگر کلمه گرداندن هم برای تو مهم نمیشه حاضر مفتشان را روان میکنم تمام معلومات لازمه را یک میدهی فهمیدم همش رو میگویم شد چکاری کرده بود قریب او را میکشید. تیردان خالی بود فریبش کرده از طرز راضی شد انا در اینجا زیبا ها؟ بسیار زیبا اولی تو حجت رانندگی داری؟ نه همین رو من میرونم البته بیرونه این رو برای استفاده کردن خریدم اینقدر زیباست مرحمت خانم زیبا بیا در طرف ساحل سیر بکنیم یک جای یک چای می نوشیم با تو رو به خانه‌ات میبرم
نمیدونم به فکرم دیر شد. تنها 10 دقیقه. خب مایلش، لیکن با سرعت بلندی من میترسم. مایلش خوب. اینقدر زیبا حتی بوی معطر داشته است. انا این مخصوص برای موشی. چخیل زورا؟ بسیار زور، بسیار. انا هدیه کرد. اکنون به خانه نوامو برویم. همه جا را دیدیم اما در یگان جا نیست. به تلفن همراهش زنگ زدیم چندین مرتبه جواب نمیدهد. نمیدونم. از تلفن مکانش رو معین کنید. خوب شده سردار. سردار، از روی گفته‌های خانم سراغه واخوریشون رو دیده برآمدیم. خدا را شکر نتیجه به دست آوردیم. ای خدا را شکر دخترم را یافتید. خدا را شکر. در کجا بودنشون معلوم شد؟ هنوز نیست سردار. چی شد؟ یگان چیزی بد نیست انشاءالله. از برای خدا گوی دخترم صحت است. اکنون اگر اعتراض نداشته باشید عریضم رو میگیرم مادر جان. سراسی منشم چرا به گفته هایت میکند؟ چرا آدم شد برای آن که غضبت را نشان دادی؟ فهمیدی؟ چرا آخر این کار رو کشاله کنم؟ اگر در حال عریضت را گیری باز همان پیشتره بری میشود. تو سراسی منشم. مادر جون، من همین آینه رو هیچ دوست نداشتم. بیایید از دیوار گرفته پرتویید. با من هم کمی عجیب نمود اما یادآوری آینه است. درونش را با خون کوچه ترک نزدک مانیدم. نمیخواهم که بین زن و شوهر رقابت کند اما دیگر چاره ندارم. باور کنید نازیه جان، آینه از بیبی کلانت میراث مانده است. مان آنجا ایستادن گیرد، از چشم بد نگاه میدارد. ماند ایستد. ایستد جانکی من. ایستد آنجا ایستد. او یگانه فرزند من آخر. او را من با ناز پروریدم. با رنج و مشقت به وایه رسانیدم. اکنون نخود همین خیل شود. یک گروهی کلان امنیت صلح آنها را پیگیری میکند. اصلا حادثه است که من نباید با شما همه این رو بگویم. التجا میکنم باید حقیقت را بفهمم. بعد دزدیدن بین 15-20 ساعت آنها را پابند مواد مخدر میکنند. اگر پس از این آنها را یابیم زنده میمانند ورنه او را با زحمت و مشقت کلان کردیم. من به او چی کار میکنم؟ اگر شوهرم فهمد بر ضد این گروه تعینات مخصوص عملیات میکنند. چی؟ عملیات؟ دخترم اگر آنجا باشد چی؟ برای آنکه دختر شما رو نورا بودند به تعینات مخصوص خبر میدیم که آنها با دقت‌تر عمل کنند. با دست من هم سلاح دهید. من هم میروم. سلاح را به ما واگذارید. از شما التجا میکنم
کو؟ کسی رو پسند نمیکنم گفتی کو؟ ها؟ چه شد؟ چه شد؟ اکنون رویت نمی شود که با ما سخت گپ زنی ها؟ هی من گفته بودم که برایشون دست نرسونید از کی نعمت خبر است؟ در عملیات وفات کرد گفتن. کسی جسدش رو دیده است؟ نه آقا. باید که برو نفروشد. سومن بیا. پرونده رو از نظر گذروندی. بله سردار. دختر بوده است. اکنون به تو امانت. با دقت کار کن سومن. دخترم جانم شوی با دقت باش. دخترم با تو امانت. چیزی که از دستم باید میکنم. شما زیق نشوید. باشکارا میگویم عملیات بهت دشوار. شما رو ناز میفهمم. من هم 3 دختر دارم. سومن اگر دخترم رو نجات داده نتوانید من هم از این دنیا میروم. نمیتوانم. اجازت میشد من هم سلاح گرفته برای دخترم مبارزه میبردم. جانم را فدا میکردم. میفهمی؟ ما هم اگر لازم باید جانمون را فدا میکنیم. نگران نباشید. دخترم رو به نزدم بیار. التماس وعده بده. التماس وعده بده که او را میاری. اکنون این کار کفالت ندارد. عملیات است. حتی تعیینات مخصوص کفالت داده نمیتواند که حالا دختر شما آنجا هست یا نیست. تو به من وعده بده دخترم با دستانی خود او را از آن پاتلاق میبراری. وعده میدهم. دخترتون را با دستانی خود به نزدتون میارم. همه دفترها، قیدها، علاقه ها همش در دست نعمت. اگر یکون چیز گوید میدونید چی میشود؟ خودتان میدانید. تیروتور میشویم. در بیرون دختری نو است. او را آماده کنید. اینش را به این حال آوردید باید را آرو و تارو دهید. آخر اینها را ما میفروشیم. روی هاشون زیبا باید باشد وگرنه چی طور میفروشیم؟ روزی با من شناس شدن را در خاطر داری زیبایک؟ یا لعنت با اون روز میخوادیم؟ با فکرم حادثه را به طور عمومی درک کردید. حالا عارف جزئیات عملیات را میفهماند. مرحمت دارید. سلامت باشه سردارم. ظریف مکانشان انا همینجاست رفیقا. قصر کهنه. بینا را آدمان مسلح محافظت میکنند. در تخانه این بینا کارخانه هست. در آنجا مواد مخدر استحصال کرده می شود و دختران فریب خورده را در همینجا زهرآلود میکنند و بعد به فروش میبرند. بولتا چی گپ ها؟ من از این پلیتان نفرتم می آید. ببخشید سردارم. فهمیدیم خوب و لیکن کمتر آرام شو. همه آن ظالم ها در تخانه همینش مرا در حیرت گذاشته است. آنها در آنجا پنهان می شوند. تخانه آنجا نیستند آنها. ای بچه چیکار میکنی؟ آزیر از سردار تنبیه میشنوی. باید همیشه به تخانه قصر و بالاخانه بینا اهمیت داد. به این هم من از این جایها به حد نفرت دارم. البته ما تو رو ناز میشناسیم.
گرد میزنی ها دختر؟ اما وقتی فکر کردی که مردم زار گریستی برادرم راز دست دادم به اومای چیکار میکنم؟ بهترین رفیقم را گم کردم اکنون چیکار میکنم؟ خوب رفیقان، سخنی بد در دهان نگیرید. ملائکه آمین نگوید باز. برادران، در این عملیات تلف نمیخواهم، فهمیده؟ عارف، دوام اطاعت دارم. روز بخیر به دنیای نو خوش اومدید. من در کجایم؟ با من چی شد؟ مرا سرده. تو چی کار کردن میخواهی؟ مرا سرده. من به تو باور کرده آمدم. باوری اگر از دو جانب نباشه چیزی که میبینی فایده ندارد. بسیار میه همگی 5 مراتبه بعد 20 دقیقه مثل پرنده ها آزاد میشه. با مادر دختر وعده دادم عارف. شاءالله سامان. اگر به من چیزی شود دختر را تو با دستانی خودت به مادرش میسپاری. وعده بده عارف. سامان جان آخر در این حالت وعده داده نمی شود. وعده بده عارف. مایلش وعده میده. مادامی که من مادر شده نمیتوانم برای فرزندان دیگران جان فدا میکنم. سامان کمی آرام شو. از حد زیاد به احساسات داده نشو. در رفت عملیات اشتباه نکنی. آخر دخترها را بوده میفروشند عارف. هرچی بادا باد من به آنجا رفته آن حیوان صفتها را نیست و نابود بکنم. آفرین دادا جون. عالی. رست و رست قدمی زیاد میگذارید. با دستگیری تو دختر جانم. برای ما یا برای تعینات مخصوص حرکت میکنی ساله؟ برای من مادر جون. شنیدی دخترم چی گفت؟ بسیار خوب. یعنی دیگر فکری به تعینات مخصوص برگشتن را نداری ها؟ در این خصوص جانکم با تو گپ زدنی بودم سعادت. من برای آموختن مذاکره چی حجت سپردم. چی؟ باز به درون تیر و طوفان میروی؟ نمیخواهم ساله. هرگز نمیخواهم. دادا جون همین که راهش رو توانستید همه‌اش خوب میشود. دوام دهید. دادا جون شما میتوانید. موفق میشوید دادا جون.
اقربچوب اقربیک گوش میکنم اقربچو. کمیسر از معلومات مدیده در اینجا بیشتر آدم است. فهمو اقربچو. با دقت باشید شما را نبینند. راه گشاده است. اکنون چی فرمان می شود؟ نقشه چگونه است عارف؟ صبر کنید. اگر ما را بر وقت مشاهده کنند کارمان مشکل می شود. سردار ترس مانندی موج رادیونی برای شنیدن صدا مانع می شود. چی؟ میگویم یک بار هجوم کنید. این را هم به تخونه باید. کار را آغاز کن. خوب شده است. من در رخی بشم. احتیاط باشید. خوش آمده اکا. از اکای نعمت و خبر نیست؟ ما این دو روز جای را عوض میکنیم. همه دخترها را به جای لازم سپارید. در بالا یک توی دیگر است. حاضر میارم. او را هم آماده کنید. خوب مایل شکر. از روی نقشه معمولی عملیات همه جای خود را اشغال کند. فهما. فهمو. خدا مددگارم باشد. آمین. آمین. نشانزنها آماده باشند. اقربی اگو خواب چیکار آماده است. فهمو بسیار خوب. رفتیم. زودتر. کارلوس، آدمی در بالای بام بوده را آهسته بردار. فهمیدم سردارم. خدا مددگارت.
ارتش نگاه داره. برای برآمدن همه آماده شوند. فهمون؟ لازم شود یک باید دخترها را میکشیم. این پیش روی آنها را میگیرد. سومن تو اینجا باش. من به میان آنها می‌روم. من هم میآیم عارف. نه سومن. من به مادر آن دختر وعده داده بودم عارف. همه همراه او را نجات میدهیم، لیکن حاضر تو با من نیا. میآیم. امر میدهم سومن. پلیسای قهرمان گوش کنید. ببینید، این دختر را ببینید. درست‌تر نگاه کنید. برای به عقیب گشتنتان نشانه. عقیب گردید.